آیا در وضعیت پاندمی معاش آموزگاران در وقت معین داده شده ایستاده است یا نه؟ این مسئله در نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه باباجان غفورов ظریف نظیری برداشته شد. در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران رئیس ناحیه گفت که وابسته به تأمینات معاش آموزگاران مشکلی جای ندارد. مفصوف علاوه کرد که آموزگاران در تعطیل تابستانه برای ترغیب و تشویقات بهره پیشگیری از ویروس کووید 19 جلب کرده شدند. آموزگاران ناحیه بهره پیشگیری از کرونا ویروس خانه به خانه گشته به والدین، طالب علمان و خود مکتب بچه‌ها بهره رعایت قاعده‌های پیشگیری کارهای فهماندهی گذرانیده ایستادند. تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی نیز به عهده آموزگاران و والدان ناحیه واگذار شده است. او سبب را در پاندمی دانست. به اطلاع او به ناحیه 36 میلیون سوم از حساب انداز سبوکی داده شده است. در حال کم نکردن مبلغ انداز ناحیه امکان سپردن آن را در این وضعیت پیدا نمی‌کرد. لیکن ما آینده و سال آینده این مبلغ حرکت می‌کنیم پرداخت کنیم. همین روزش ما اینا همیشه از خود برآوردیم پیشنهاد کردیم که ما زیاده از 11 میلیون مبلغ از ساخت نکنتون نمیشه. بلکه ما امروز اندازه اجرا کنیم نمیتونیم. چون 3 ماه امروز امتیازی که داده استودیان و اون 3 ماه و 39 میلیونی فقط بازار اگه حساب کنیم 11 میلیون کم میشه امروز بودجتمون. اگر کارخانه ایرپورت حساب کنید امروز شما ناز میدونید که پرواز نیست است. ایرپورت حساب کنیم هر ماه 5 میلیون 15 میلیون وای کارخانه کم میده. زیاده اگر ما حساب کنیم که 36 میلیون ما نمیرسه. ما این چیزا ما پیشنهاد کردیم حکومت جمهوری اسلامی ما دستگیری کردن. ما امروز 126% ما مونده. دیگه مونده مبلغی که امروز مزد میاد این شش ماه ناز میدونید باید ما سری وقت پرداخت کنیم با پروبلمی نیست. خودمون باید پرداخت کنیم. مدیر معارف ناحیه باباجان غفورов دلبر بابایی و ضمن نشست خبر گفت که فاصله نشست طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی تنها در 30% مکتب‌ها تامین می‌گردد. سبب اساسی رعایت نکردن مسافه بهره پیشگیری کرونا ویروس در مکتب‌های ناحیه نرسیدن جای نشست به حساب می‌رود. معلومات داده شد که همه سال شماره طالب علمان در ناحیه 1000 نفر زیاد قبول می‌کند. سال روان زیاد از 8500 نفر طالب علمان به مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه قبول شدند. با گفته مدیر معارف ناحیه حالا هم قبول طالب علمان به مؤسسه‌های تعلیمی ادامه دارد. همچنین رئیس ناحیه باباجان غفورov از ساحه طب حرف زده گفت که در ناحیه 122 مؤسسه‌های طبی از آن جمله 16 بیمارخانه موجود میباشد. در ساحه تندرستی ناحیه 2467 نفر کارمندان طب فعالیت داشته از آن 478 نفرشان را طبیبان تشکیل میدهند. رئیس ناحیه از نرسیدن طبیبان حرف زد. قید کرد که امروز توجه جوانان به ساحه طب نیز زیاد گردیده است. تیپی اویلری مو نمیرسه. ما شو درست بفهمیم. تیپی اویلری مو زیاده از 300 نفر نمیرسه. بعد یک چیز هست که همین روز داخل شوی دانشجوی اولیوی اساسا انتخاب کرده باشن و یک تیپی بود. حسابی تیپی پیش بچه خودشون پیشنهاد کردن ما تیپ و دکتر میشیم. نه کاری نه مهم مثلا دستگیری میکنیم که دکتر شد. همچنین در نشست خبر اوید به زیاد شدن حادثه‌های دزدی و قلابه، خودکشی زنان، فعالیت نکردن برخی از کارخانه‌های صنعتی ناحیه و وضع ساحه کشاورزی ناحیه معلومات‌های مشخص پیشنهاد گردید. اوید به فعالیت بخش‌های دیگر ناحیه در گزارش‌های من بعد اطلاع خواهیم داد. گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف از ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اطلاعاتی